سلام دوستان، اینجا من دیدم 3 نفر اسکواد اینجا کمپیدن. یکی رو خودم زدم، یکی رو یارم انداخت، اون یکی هم وسط شوشی کندم. گفتم یه اسموک بندازم که کلک بخوره یارشو ریو بده، داره یارشو ریو میده بزنمش. رفتم اینو فینیش دادم، اینو زدم، ریجستر نشد. این دیگه شات شد دیگه بالاخره. گفتم برم تگ یارم اول بزنم، مهمتره. تگ یارم رو زدم، اینا رو فینیش دادم، صدا پا بتونم بگیرم. دیدم تو نیست، بالا بود. بعد گفتم برم اینجا ببینم میتونم بزنم. رفتم، شات هم نگرفت. گفتم تا یارم داره تیر میزنه برم اونور. یارو اومد پایین، رفتم شات کنم برداشتم، یه شات خوابوندم زیر گوشش.